قبلگاه عاقل و عادل و دانشمند و خیرتمندم، پدر عزیزم، افتخارم، استادم، راهبلد و مربی غمخوارم، امروز برای ما اهل فرزندان و نبیرگان و پیوندان یک روز پر از شادمانی و سعادت است. جشن بزرگ زادروز شما بار دیگر ما فرزندان را سر یک درسخوان پر از نوازش و مهربانی و شکر و سپاس جمع آورده است. زندگی پر از نشاط و سعادت شما و مادر مهربانمان، دولت سازی و دولتداری جوان مردانه و پر از افتخار ملیتان برای هر یک ما فرزندان و نبیرگان مایه افتخار و سربلندی و درس عبرت است. پدر عزیزم، برای شما از درگاه پروردگار سلامتی، عمر پربرکت، شادی و نشاطی از این هم بیشتر، دولت پاینده، آبرو و نفوذ جاودانه را آرزو می نمایم. بگذار همیشه بخت و سعادت و صلح و وحدت پایداری که معمار شمایید در فضای تاجیکستان عزیز ما بلند پروازی کند. ما هم فرزندان و نبیرگان قول می دهیم که مثل شما پدر عزیزم دست بالای دل برای وطن و سرزمین و خلق عزیز تاجیکستان صادقانه و با وجدان پاک خدمت خواهیم کرد. زادروزتان مبارک پدر عزیز و مهربانم. روز و شب با ذوق دل قرآن تلاوتگر کنی. روز و شب با ذوق دل قرآن تلاوتگر کنی. تا دم صبح صفا طاعت عبادتگر کنی. مثل خاتم دائما خیر و سخاوت گر کنی. کعبه حق را هزاران بار زیارت گر کنی. تا پدر راضی نباشد طاعتت مقبول نیست. اندرین راه گرزنی بادی نعیمان دست و پا. اندرین راه گرزنی بادی نعیمان دست و پا. گر بزوری بازو سازی 100,000 خانقا. عیسی مریم بیاید از سما سازد دعا. خضر باشد از برایت مرشد و هم راهنما. تا پدر راضی نباشد طاعتت مقبول نیست. طاعتت بیکاره است اصلا نمی یابی ثمر. طاعتت بیکاره است اصلا نمی یابی ثمر. 100,000 نیکی سازی فعل بد دارد اثر. سوخت است دامان تو از خیش هستی بیخبر. دان که از عرشی عظیم بالاتر از امری پدر. تا پدر راضی نباشد طاعتت مقبول نیست. مشربا از می سفر داری نکو کردار باش. مشربا از می سفر داری نکو کردار باش. بندگی را پیشه کن شب تا سحر بیدار باش. ناله از خف قیامت ساز و بس هوشیار باش. خواهی جنت با پدر هم یاور و هم یار باش. تا پدر راضی نباشد طاعتت مقبول نیست.